در 24 جوزای سال 1325 در منطقه شارنو کابل در خانه دکتر زایر صدر اعظم پیشین افغانستان بچه‌ای به دنیا آمد که او را بعدها الماس شرق می‌گفتند. در دوره کودکی و نوجوانیش وقتی که پدرش در ایتالیا سفیر بود او از نزدیک با موسیقی پاپ اروپایی آشنا شد. او شاگرد لیسه حبیبیه کابل بود و اولین آهنگش را در لیسه حبیبیه اجرا کرد. هرچند که پدر و کاکاهای سیاستمدار بودند و به شدت مخالفی بودند که او به سمت موسیقی برود، اما او علاقه به سیاست نداشت و یک جنون خاصی از عشق و موسیقی در وجودش موج می‌زد. او تحصیلات عالی خود را در رشته آموزش و پرورش در هند به پایان رسانید و در موسیقی مکتب خاص خودش را که تلفیقی از موسیقی خرابات کلاسیک هندی و پاپ اروپایی بود داشت. البته نمیتوانیم که تأثیر شخصیت‌های چون استاد فضل احمد نینواز را در موسیقی او نادیده بگیریم. پدرش به شدت مخالفت میکرد که او به سمت موسیقی بره و برش گفته بود که با این کارت به شهرت ما لطمه میزنی و در جواب شنیده بود که روزی میرسه که شهرت ما بسیار بسیار بیشتر از شما میشه و کلگی شما را به نام من میشناسه، نه مرا به نام شما. او در وقت بسیار کم توانست با موسیقی و آواز دلنشین و پر احساسش قلب اکثریت مردم افغانستان را تسخیر کنه و از طریق موسیقی مدرن شهرت و آوازش را از شهرت و آوازه پدرش که صدر اعظم وقت افغانستان بود بالاتر ببره. شهرت او آنقدر بر سر زبانها بود که تا امروز بعد از گذشت 46 سال مردم افغانستان او را یکی از بهترین و تاپترین آوازخوانان افغانستان می‌دانند. او احمد زایر بود، کسی که در سال 1351 لقب بهترین آوازخوان سال را از آن خود کرد. همیشه سعی میکرد تا بهترین، زیباترین و معتبرترین اشعار را از شاعران نامدار مانند مولانا جلال الدین محمد بلخی، سعدی، حافظ، صوفی اشقری، استاد خلیل الله خلیلی، خیام، سیمین بهبهانی، رهی معیری، فروغ فرخزاد و دیگر بزرگان ادبی انتخاب کند. نزدیکان احمد زایر بر این باور بودند که احمد زایر عاشق همسر اول خود ناجیه بود و تا آخر عاشق ناجیه ماند و آهنگهای پرسوز خود را به یاد ناجیه میخواند، چرا که ناجیه بنا به دلایلی به احمد زایر گفته بود یا مرا انتخاب کن یا موسیقی را، و احمد زایر موسیقی را انتخاب کرد. تا زنده بود به یاد ناجیه آهنگ میخواند، آهنگهای مانند بوی تو خیزد هنوز، بوی تو از بسترم هنوز، بر لب من جای بوسه های تو است، بی وفا یارم کرده غمبارم. از احمد زایر آهنگای زیادی به یادگار مانده که در 14 آلبوم تدوین شده و فقط 2 آهنگ تصویری داره. او با اختلافایی که با دولت کمونیستی وقت داشت در زندان بود که مادرش از دنیا رفته بود و آهنگ بنازم قلب پاکت مادر من را زمانی که با ولچک و زولانه و دسپند بر مزار مادرش حاضر شده بود با بغض زیر لب زمزمه میکرد. بگردم بهور خاکت مادر من. گفته می شود بعد از اینکه احمد زایر از زندان آزاد شد نمیخواست که به محفل دختر حفیظالله امین شرکت کنه، اما با اصرار زیاد، زور و جبر دختر حفیظالله امین زمامدار وقت مجبور شد که در این محفل اشتراک بکنه، هنرنمایی کنه و آواز بخوانه و خیلی ها هم برای این عقیده است که همین کار باعث این شد که او به دست حفیظالله امین رئیس جمهور و زمامدار وقت به قتل برسد. احمد زایر توسط دوست و رفیق نزدیکش محبوب الله پاچا در روز تولدش در 24 جوزای 1358 از کابل بیرون برده شد و متاسفانه به قتل رسید و صدایش برای همیشه خاموش شد و یادش برای همیشه در دل مردم افغانستان زنده ماند. روح شاد و یادش گرامی. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی ثمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جان شینیم که مرگی بی خبر دارد جدایی.